الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. خدمت علمای بزرگوار، مجاهدین شجاع و قهرمان و همه دانشمندان و فرهیختگان، عاشقان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی این همایش و این اجتماع ما و شما را بپذیرد و مورد قبول درگاه خیش بگرداند و الله سبحانه و تعالی این روز مبارک و این جمع مبارک را سبب و وسیله داشته باشه تا شفاعت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم شامل حال همه من و شما بشه. عزیزان و بزرگواران، به طور خلاصه و فشرده فقط سه پیام دارم. پیام من برای ملت مسلمان و برای همه امت اسلامی، پیام من برای حکام سرزمین های امت اسلامی، پیام من برای سران کفر، خصوصا رئیس جمهور فرانسه وحشی، پیام من برای امت اسلامی که من و شما جز امت اسلامی هستیم. پیام من این است: سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را زنده نگه دارید، اخلاق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را زنده بگردانید، اهداف رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را تعقیب نمایید، از جان و مال خود در راه پیش برد و احیای سنت نبوی دریغ نکنید، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را از جان خود، مال خود، از تمام زندگی خود بیشتر و بیشترتر دوست داشته باشید. هر زمانی که ما ملبس به سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم شدیم، آن وقت فتح و ظفر و پیروزی و کامیابی و سرفرازی و سربلندی از آن امت اسلامی است. پیام من به حکام خواب رفته امت اسلامی، حکامی که به خواب غفلت فرو رفتند، برای حکام سرزمین های امت اسلامی میگویم: عمر رضی الله عنه فرمودند: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. حکام و سردمداران امت اسلامی از خواب غفلت بیدار شوید. عزت را اسلام به من و تو داده، اگر اسلام را کنار بزنیم و عزت را از غیر اسلام طلب کنیم، الله من و تو را خوار و ذلیل میگردانه. برای حکام و سردمداران امت اسلامی، برای زعمای کشورهای اسلامی، برای شاهان عرب و عجم میگویم: اگر به خاک شما تعدی و تجاوز میشد، اگر به بانگها و سرمایه های شما تعدی و تجاوز میشد، اگر به آبروی شما
ضرب وارد می شد آیا به جای خود می نشستید؟ آیا سکوت اختیار می کردید؟ امروز به عقیده تو ای پادشاه مسلمان، ای زعیم امت اسلامی، به عقیده تو توهین شده، چرا صدای خود را بلند؟ عقیده هست، مال و جان و تمام زندگی ما فدای عقیده ما. ای حکام دنیا، ای حکام و زعمای کشورهای اسلامی، در روز قیامت جواب رسول الله را چگونه میدهید؟ در روز قیامت و پیشگاه احکم الحاکمین و پیشگاه اعدل العادلین و پیشگاه قاضی الحاجات ملک یوم الدین شما چی جوابی دارید؟ طرف رسول الله چگونه نگاه می کنید؟ ای حکام امت اسلامی، زعمای کشورهای اسلامی، در هر کشوری که سفارتخانه نجس و پلید فرانسه هست بکشید بیرون. کشورهای اسلامی، برای حکام امت اسلامی میگویم ارتباطات سیاسی، ارتباطات اقتصادی، ارتباطات بالاخره اجتماعی، هر نوع روابطی که با کشور خبیث فرانسه داری، ارتباطات خود را قطع کنید. در غیر آن صورت امت و رعیت و تمام امت اسلامی، چه عرب و چه عجم، شما را نخواهد بخشید. پیام سوم من به سران کفر، خصوصا به کشور وحشی فرانسه، برای رئیس جمهور فرانسه میگویم حالا اعلان جنگ کردید. توهین به پیامبر یعنی اعلان جنگ. توهین حالا اعلان جنگ کردی با تمام کفار حربی که علیه مسلمان ها حرکت کردن، خصوصا برای رئیس جمهور فرانسه میگویم آرامش را از ملت خود سلب کردی. ملت تو دیگه آرامش ندارد، اقتصاد تو دیگه در دنیا نمیچله، محصولات تو دیگه در بین کشورهای اسلامی قابل ارزش نیست. برای رئیس جمهور فرانسه میگویم ما مکتب اسلام، ما در مکتبی هستیم که مکتب اسلام رحمه، شفقت، ترحم، مهربانی، دلسوزی، اخلاق، ولی این رحم و شفقت و ترحم برای کسیه که بفهمه، نه برای یک کافر حربی. این را بدان، این را بدان که او مجاهدی که سر معلم خبیث را از تن جدا، این دستها دیگه با قطع سر نمیرزه. دستی که او سر را قطع کرده، او دست قابل بوسیدن هست. برای ملت دین ستیز فرانسه میگویم، برای کفار حربی میگویم امروز توهین به پیامبر یعنی اعلان جنگ. توهین به پیامبر عظیم الشان یعنی اعلان جنگ. این دست دیگه با کشتن فرانسوی نمیلرزه، این دست دیگه با کشتن کفار حربی نخواهد لرزید. برای رئیس جمهور فرانسه میگویم تو اعلان
جنگ کردی دیگه خواب راحت نداری، دیگه در فرانسه خواب راحت برای تو نیست. در هر گوشه ای از دنیا اساکر خبیث فرانسوی بمبار خواهد شد. ما در مکتب درس میخوانیم که الله میفرماید فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. وقتی کفار با شما اعلان جنگ کردن گردنهایشان را بزنید. ما در مکتبی هستیم که به ما میگه فاقتلوا المشرکین حیث وجدتم. هر جا مشرکین کثیف را دیدید اونها را زنده نمانید. ما در مکتبی درس میخوانیم که الله اشاره میکنه واقتلوهم حیث ثقفتموهم. هر جا کفار حربی را میبینید سرشان را از تنشان جدا کنید. به سران کفر میگویم فکر نکنید ابوبکر رفت، فکر نکنید دیگه عمر و عثمان و علی نیست، فکر نکنید صلاح الدین ها رفتن، فکر نکنید که دیگر شخصیت های نیست که از این امت دفاع کنه. الله ذاتی که حی و قیوم هست، ذاتی که حی و قیوم هست از جای جوار برخواهد خواست تا برای کفار دنیا درسی بده که دیگه فراموش نکنه. آخرین حرف من برای رئیس جمهور فرانسه اینه که مجاهدینی داریم در قلب فرانسه که اونها آرام نمی نشینن، اونها انتقام میگیرن سربازان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در جای خود نشسته نیستند. شما به زودیای زود شاهد خواهد بودید که سربازان محمد رسول الله از فرانسه و هم پیمانانش انتقام خواهند گرفت. اینها جوانانی هم که کفن پوشیدن، اینها ملتی هم که از ساعت 2 ساعت 9 روز اینجا جمع شدن، اینها ملتی هم که از قریجات های دور اینجا آمدن. دشمنان اسلام این را بدانن کاش فرانسه نزدیک ما می بود، کاش که دست ما می رسید که رئیس جمهور فرانسه به جهنم روان می کردیم. بار الها تو شاهد باش که همین قدر در توان ما بوده. الله سبحانه و تعالی از همه من و شما بپذیره، قبول بفرمایه. از همه نهادهایی که در این انسجام و در این همایش تلاش کردن از همه تشکری میکنم، از همه انجمنها، از همه دارالعلوم ها، از همه شخصیت ها، از همه اهل عرفان و تصوف، از همه اینهایی که اینجا جمع شدن. همه نهادها به خاطر رسول صلی الله علیه و سلم قربانی دادن. الله برای همه جزای خیر عنایت بفرمایه. از خبرنگارانی که این همایش را زیر پوشش قرار میدن از اونها تشکری میکنم. از جوانان کفن پوش و از جوانان مخلص، از خواهرانی که بیش از چندین هزار خواهر حضور پیدا کرده تشکری میکنم. الله به همه جزای خیر عنایت بفرمایه. الله از همه ما بپذیره و قبول کنه. موفق و مؤید و پیروز و کامگار باشید. عزیزان من، قطعنامه خونده میشه، بعد از قطعنامه دعا میشه. صفها رو بسته کنیم که نماز جنازه عزیزان خود را ادا کنیم.
و بالاخره بعدا پرچم کثیف فرانسه و همراه بالاخره همان مجسمه کثیف رئیس جمهور فرانسه سرفراز سربلند نشیده. فقط از شما عزیزان ماه ربیع الاول هست، کوشش کنیم که وقت ختم جلسه میشه درود خوانده تا به خانه های خود بریم که روحانیت رسول الله از من و شما شاد باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.